داریم دوباره آزادی را، در سینه خود امید آبادی را. لبخند خودش به جای بم خواهد شد، یعنی که ستم دوباره گم خواهد شد. چطور از دکلمه های فاطمه جان؟ خیلی عالی است. خیلی عالی است. خودت در چند روز یک دکلمه را حفظ میکنی؟ از یاد میشه باز؟ در 5 دقیقه و دکلمه هایی که زیاد است در 1 روز. این ذهن نیست، کامپیوتر است. الله آفرینه. خودتون در 5 دقیقه میشه کدام شعر حفظ کنی؟ تا ای که 2 بار از روش بخوانم حفظ میکنم. باز ما یک شعر در 1 ماه حفظ میکنیم. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال، که بر باد فنا رفت مخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. میخوای در آینده چی کاره شوه؟ من در آینده میخوایم یک خلبان بشم. ماجرای پسری که از پدرش دلگیر میشود و پس از سالهای سال حاکم شده و پدرش را دوباره فرا میخواند. پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف از آن عمر که ای بی سر و پا، در پی تربیتت کردم سر. اندر این دنیا تمام مردمش را بیدرنگ، با تن سالم لب خندان خرامان میکشم. شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد. سلام خدمت همه شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که هر گوشه دنیا که هستین خوب و خوش و سلامت سر حال باشین و یک سلام خاص خدمت لالا تمیم و مهمان عزیزم اسما جان. علیکم سلام. من هم سلام بر خود تقدیم میکنم، همچنان هموطنان عزیز سلام و وقت بخیری بر شما فامیلای گرامی که منتظر برنامه فاطمه با تمیم نفیسی بودین. وقت برنامه فرا رسید و من هم تمیم نفیسی با همکار خیلی خوبم، دختر با جرأت و با اخلاق و با ادب، فاطمه قند. فاطمه جان روزگار بخیر میگذره؟ میگذره انشالله که روزگار به کام و میل دل شما پیش بره و قسمه که شما میخواین انشالله سپری شود. تمیم نفیسی با جمع از عزیزایی که در برنامه هستم. فراموش نشه که ما رو حمایت کنین، چینل پخش بین المللی ایبری سابسکرایب کنین، در پایین ویدیو بر ما نظر شریک کنین و اگر از این ویدیو خوشتون آمد منتظر برنامه‌های جدید ما با فاطمه باشین. همکار عزیزم فاطمه جان، اول خودت امروزشون صحبت میکنی یا من؟ شما صحبت کنید. سلام، خسته نباشی. سلام خدمت شما لالا تمیم و فاطمه جان. من اسما رضایی هستم، متعلم صنف 3 مکتب مهد عرفان. 8 سال سن دارم. اسما جان قند، ماشاءالله چه خوب بلبل وار صحبت میکنی، ماشاءالله. تشکر. چی باعث شد خواستی در برنامه فاطمه با تمیم بیایی؟ حتما برنامه رو تعقیب میکردی. چطور از دکلمه های فاطمه جان؟ خیلی عالی است. خیلی عالی است. فاطمه پس یک دکلمه بکو با مزه. خود گناهکاریم و از دنیا شکایت میکنیم، غافل از خود دیگری را هم قضاوت میکنیم. کودکی جان میدهد از درد فقر و ما هنوز چشم میبندیم و هر شب خواب راحت میکنیم. عمر کوتاه است و دنیا فانی و با این وجود ما به این دنیای فانی زود عادت میکنیم. ما که بردیم آبرو از عشق پس دیگر چرا عشق را با واژه هامان بی شرافت میکنیم. کاش پاسخ داشت این پرسش که ما در زندگی با همین اما چرا احساس غربت میکنیم.
من به این مصرع یقین دارم که روزی میرسد، سوره ای از عشق را با هم قرائت میکنیم. واو، بیشک. چطور بود اسما جان؟ خوب بود، عالی بود. عالی بود؟ حالا دکلمه از اسما میشنویم. اسما جان، چطور که شوق دکلمه به ذهن خودت زد؟ از چی زمان شروع کردی دکلمه کردن؟ من صنف اولم یک دکلمه خاله جانم برام پیدا کرده، گفته که تو از این به بعد باید دکلمه بخونی. باز خودت هم شروع کردی؟ آره. ماشاءالله. اولین دکلمه از اسما رضایی. بشنوین دوستا. غم دیروز و پریروز و فلان سال و فلان حال، که بر باد فنا رفت مخور. به خدا حسرت دیروز عذاب است. مردم شهر باهوشید، هرچه دارید و ندارید و بپوشید و برقصید و بخندید، که امروز سر هر کوچه خدا هست. روی دیوار دل خود بنویسید خدا هست، نه یک بار و نه 10 بار، که 100 بار به ایمان تواضع بنویسید خدا هست و خدا هست و خدا هست. به شک خدا هست. آفرین. چطور بود فاطمه جان؟ فوق العاده بود، خیلی عالی. واقعا هموطنان عزیز، سنش 8 سال است. 8 سال قبل به دنیا آمده، اما با شوق و علاقه خاص دکلمه کرد. به شک. آفرین. تشکر. سلامت. گفتی که صنف 3 هستی نه؟ از 5 سالگی مکتب رفتی؟ نه، از 4 سالگی. آها، بیشک. در صنف چگونه هستی؟ لایق هستی؟ تنبل هستی یا استادایت میبینه مقصد؟ نه، لایق هستم. چندم نمره هستی؟ اول نمره. اول؟ ماشاءالله. فاطمه جان، اگر خودت سوال داری. چند تا شعر حفظ داره اسما جان؟ نه، تا بالا شعرم حساب نکرده. حساب نکرده. بیشتر شعر در مورد چی بوده؟ یکیش در وصف مولاناست، یکی دیگه هم در وصف نقاش دنیاست، یکی دیگه هم در وصف منزل هستی. یعنی این دکلمه های رو که امروز در برنامه آورده نه؟ من فهمیدم مطلبشه. این در کل میگه چند دانه دکلمه داری، حساب که نکردی، ولی در مورد چی بودد از امروز نمیگه. زیادترش در مورد مادر بوده، وطن بوده، چی بوده؟ میهن؟ درباره وطن. همچنان فاطمه جان، هفته که گذشت دکلمه هایت بازم غوغا کرد. تقریبا بیش از 2 میلیون بازدید گرفت. یک دکلمه دیدی؟ دیدم. و این که دکلمه های یک هفته از هفته دیگر کرده گل میکنه، چی باعث میشه که من همو کار کنم؟ نمیفهمم. من مجبور هستم دیگه مانند خودت گویندگی را اینمی قسمت دیگه استاپ کنم، بیایم دکلمه کنم. چطور؟ نه، هم گویندگی کنه نه هم دکلمه کنه. میشه باز 2 تربوزه بگیریم در یک دست؟ حالا فاطمه جان خودش هم گویندگی میکنه و هم دکلمه میکنه. ماشاءالله. چی خوب است که یک دکلمه دیگه هم بشنویم، چون برنامه میمانه کمزرگک خسته کن. نمیخوایم برنامه خسته کن شوه، باید از کمزرگ شاد باشه. و ناگفته نمانه دوستایی که دور از افغانستان هستین، در اروپا، آمریکا، آسیا، هر جای دنیا، و اکثریت بیننده های ما در لندن هستن که همیشه تشویق میکنن طفلا را، بخصوص دکلمه های فاطمه جان و مانند اسما جان میمانایی که دعوت میکنیم. شما اگر دوست دارین از اقارب شما در برنامه تمیم نفیسی با فاطمه دعوت شوه، در صفحه فیسبوک ما یا هم اینستاگرام ما مسیج کنین. ما در خدمت هستیم. انشاءالله یک روز در این قسمت که فعلا اسما جان است او میمان قرار میگیره. بشنویم دکلمه را. ماجرای پسری که از پدرش دلگیر می شود و پس از سالهای سال حاکم شده و پدرش را دوباره فرا می خواند.
یک ماجرا بوده. بشنویم. پدری با پسری گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف از آن عمر که ای بی سر و پا در پی تربیتت کردم سر. دل فرزند از این حرف شکست، بی خبر از پدرش کرد سفر. چند روزی بگذشت و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شوکت والایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به احضار پدر. پدر آمد از راه دراز، نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایت خودخواهی و کبر نظر افکند به سراپای پدر. تو که گفتی که تو آدم نشوی، تو کنون حشمت و جا هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکاند، گفت این نکته برون شد از در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. بشک همین ماجرایش بود که دوباره باز پدر فراخواند، نه؟ آفرین. چی بود دکلمه خودت؟ حالا دکلمه خودت هم میشنویم. این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ فلک پروین است. گرچه جز تلخی ز ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است. دوستان به که زده یاد کنند، دل بی دوست دل غمگین است. خاک بر دیده بسی جان فرساست، سنگ بر دیده بسی سنگین است. بیند این بر سر و عبرت گیر است، هر که را چشم حقیقت بین است. هر کجا باشی ز هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. واو، بهترین. دوستا کف میزنم به دو خواهر ما، هر دوشان استعداد است واقعا، هم اسما جان و هم فاطمه جان. من یک کف بزنم اجازه است؟ والا به شکتان. چطور بود دکلمه؟ خیلی عالی بود. عالی بود. خودت در چند روز یک دکلمه رو حفظ میکنی؟ از یاد میشه باز؟ من بعضی دکلمه های من را در 5 دقیقه و دکلمه هایی که زیاد است در 1 روز. در 5 دقیقه؟ واو. این ذهن نیست، کامپیوتر است. والا آفرینت. باز فاطمه جان این سوال فکر کنم یک بار دیگه از خودت پرسیده شده، نه؟ خودت هم در 5 دقیقه میشه کدام شعر حفظ کنی؟ من چی شعر طولانی باشه چی شعر کوتاه، من تا ای که 2 بار از روش بخوانم حفظ میکنم. باز من یک شعر در 1 ماه حفظ میکنم، در 1 ماه. خوب است نه؟ مدتش کم است، در 1 ماه. ولی من کانکریتی حفظ میکنم، در طول عمر از یادم نمیره. نه؟ خب اسما جان، حالا میاییم درباره سوالات مربوط خودت. استادای تشویقت میکنه در دکلمه؟ در فامیل کیها تشویقت میکنه؟ از من در فامیل مادر جانم خیلی مرا تشویق میکنه در دکلمه، همچنان مامای. امیال دیگه از پشت دوربین به مادر جان و بر ماما جانت چی گفتنی داری؟ گفتنی ندارم. دوستشان نداری؟ دارم. خب فاطمه جان سوال داری خودت؟ منی نداری سوال؟ نه سوال ندارم. آها چی خوب است یک دکلمه دیگه هم بشنویم. بیاین که یک شهکاری کنیم، یک دکلمه را شما هر دویتان دکلمه کنیم. میشه؟ کدام شعرم مثلا؟ کدام شعر خودت فعلا به خوانش میگیری؟ نقاش دنیا. نقاش دنیا رو خودت حفظ داری؟ فقط سرش هم میگه بگو. من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم، این جهان را آری از هر غصه و غم. میشه؟
نمیشه نه. اینجا یک شعر دیگه من میگم. خب یک شعر بگو. امو شعر که میگه به خداوندی آن خالق یک تا سوگند. نیمه و نیاد. خب البته اینی تو کار نکنین، هر کدام در نوبت خود بخوانه. آها این اینتریو بود دوستا. خب شعر فاطمه جان کدامش یاد داری؟ من از فاطمه راست یک چند دانه شعرش خواندم، باز باره نه در کتابچه نوشته کردم، باز در جایی نخواندیم. یعنی حفظ نکردی؟ حفظ کردیم. خب امو یک دانش بر ما بخوانش بگی میشه که دوستان یک جای بخوانی، درست میشه؟ صحیح سمون بخوانم. روزی که سخن ز عشق عاشق بشود. درست است، درست است. پس بفرما این قسمت بیاین. بیاین اینجا. بیاین شما. آها بیاین. آها میشاردیم استاد چند بخوانیم. مشکل نیست. یک فرد من میخوام باز یک فرد. بفرمایید دیگه. روزی که سخن ز عشق عاشق بشود، روزی که وطن شبیه سابق بشود، مرغان مهاجر به وطن برگردند، هر کس به خدا پشت وطن دق بشود. این شب که همیشه شب نمیماند هیچ، این بغض به زیر لب نمیماند هیچ. من مطمئنم که درمان دارد، این فصل بد و غمزده پایان دارد. باور داریم دوباره آزادی را، در سینه خود امید آبادی را. لبخند خودش به جای بم خواهد شد، یعنی که ستم دوباره گم خواهد شد. عشق و غزل و ترانه برخواهد گشت، بیجا شدگان به خانه برخواهد گشت. یک بار دگر وطن خواهد شد، آن خانه با صفای من خواهد شد. قصر دیگران به کوه و سنگش نرسد، دنیا همگی به ده مزنگش نرسد. این ساز شکسته را بیا سر بکنیم، هیشام هرات را تصور بکنیم. روزی برسد که غصه ها دور شود، چشم همه دشمنان ما کور شود. در دامن غربتم خدایی سخت است، از کابل و بلخ و جدایی سخت است. ای کاش درخت بختشان لرزان باد، بدخواه من و تو خانه‌اش ویران باد. واو بشک عالی بیا در جایت. بشک اسما جان آفرین، مکمل حفظ کرده بود و فاطمه جان بشک تا. تشکر. ما اولین شعر است که میبینم دوگانه‌ای دکلمه میشه. دوگانه یعنی دو عزیز ما با دو استعداد خاصی که دارن دکلمه میکنن. آفرین. تشکر. سلامت باشی. فاطمه جان در مورد مردم بعض وقتا کامنت میکنن که چرا کامنت های ما رو به خانش نمیگیرین، چی گفتنی داری؟ یک پیام‌ها رو باز در خانش بگیرین دیگه. خب خودت هم همکارم هستی، باید از یک روز مشخص کنیم بیاییم به بعضی کامنت هایی که دوستای ما در اینستاگرام، فیسبوک و یوتیوب گذاشتن انشالله به خانش بگیریم. خوب است؟ روز شب از خودتان مشخص کنید. درست است. و همچنان مکاتب شروع شده، درای مکاتب باز است، 1403 شد. مکاتب خودتان فکر کنم دیگه مکتب میری دیگه، حالا باز شده از شما از خودتان؟ مکتب میرم به خاطر امینش سه شنبه بیایم. بعد از این دینمی روز دیگه بخیر برنامه ما در جمعه. حالا ما یک تک دکلمه دیگه میشنویم از اسما جان.
من اگر روزی شود نقاش این دنیا شوم، این جهان را عاری از هر غصه و غم میکشم. اندر این دنیا کسی بر کس ندارد برترین، من غنی را با فقیر یک جا یکسان میکشم. زشت و زیبا خالق و پروردگار ما یکیست، زشت و زیبا پیش هم اما انسان میکشم. عشق هایی که در آن بوی خیانت میدهد، تا ابد محکوم دلتنگی به زندان میکشم. اندر این دنیا تمام مردمش را بیدرنگ، با تن سالم لب خندان خرامان میکشم. آفرین، آفرین، بشک. چطور بود دوستا؟ شما کیف کردین؟ من خود لذت بردم. دگلمه را اینا کردن ولی لذت ما بردم. خدا کنه که شما هم لذت برده باشین با شنیدن دگلمه های قشنگ هر هفته، هر میمان و با فاطمه جان. فاطمه جان، این که دگلمه حتما خوشت آمد دیگه. سوال تکراری میشه. چی خوب از دگلمه خودت بشنویم. چند دگلمه خودت آوردی؟ من دو دگلمه شد، نه؟ دو دگلمه شد، دو تا دیگه شد. بفرما. به خداوندی آن خالق یکتا سوگند، زندگی حق شماست، لحظه ها مال شماست. به کسی بد نکنید، زشت صحبت نکنید، نه دروغی نه فریبی نه ریاکاری و تزویر پسندید. به خویش دست مظلوم بگیرید و بکوشید که انسان باشید. همه جا عشق بپاشید، بجز عشق نروید هرگز. زندگی حق شماست، لحظه ها مال شماست. واو، بشک. حال از خودت میشنویم. چند دگلمه آوردی؟ 4 دگلمه. 4 دگلمه. فقط یک دگلمه مونده یا 2 دگلمه؟ 1 دگلمه. بشنویم. تا تو بودی بی کسی افسانه بود، تا تو بودی بی کسی افسانه بود، دفتر رنج و محن خوانا نبود. تا تو بودی 100 چمن گل داشتیم، 6 جهت آواز بلبل داشتیم. با تو میشد از رهای یاد کرد، این خراب آباد را آباد کرد. با تو میشد تا دل مهتاب رفت، یا از این دشت آتش تا آب رفت. با تو میشد جشن مرگ شب گرفت، قلعه را مردانه از مرحب گرفت. با تو میشد تکیه بر خورشید زد، زخم بر تار دل ناهید زد. بی تو کوچه کوچه لبریز سکوت، روزن امید تار و عنکبوت. بی تو چون نی ناله دارد نای من، بند بندم ناله دارد وای من. بی تو باید با صدای بی نقاب، مویه کرد اندر مزار آفتاب. بی تو باید درد دل با چاه گفت، از ته دل ناله کرد و آه گفت. بی تو باید چشمه چشمه خون گریست، از حرا تا دامن جیهون گریست. آفرین، بشک. آفرین اسما جان. اسما جان میخوای در آینده چی کاره شوه؟ من در آینده میخوایم یک خلبان بشم. چقدر خوب. میخوای دیگه بخیر پیلوت شوی؟ کدام تیاره را پیلوتش میشی؟ جت جنگی یا تیاره هلیکوپتر؟ کدام میشی؟ هلیکوپتر. حتما بعض ویدیوهایش دیگه تعقیب فعلا میکنی. واقعا دل کار داره دوستا. من گفتم اگر پیلوت میشودی مرا یکام طرف چکر میبردی. بیا خدا بزرگ است. انشالله خداوند برسانید. سپاس از اینکه در برنامه آمدی و اگر گفتنی داشته باشی، اگر پیام داشته باشی به عنوان سخن اخیر از خودت میشنویم.
من یک پیام دارم. پیام مایی است که ما کودکان خسته از جنگ دائمی در وطن صلح و همبرادری. به شک. سپاس. و فاطمه جان، یک دگلمه از خودت باقی است؟ یک دگلمه رو هم دوستان میشنویم، اما قبل از اینکه دگلمه رو بشنویم رسیدیم به قسمت اخیر برنامه. بازم جا داره تشکری کنم از شما به خاطر بازدید ویدیوهای تمیم نفیسی از طریق دریچه چینل آیبی، همچنان برنامه فاطمه با تمیم نفیسی. و در اخیر برنامه از رستوران مندی عرب بابت لوکیشن همیشگی برنامه های ما سپاسگزاری میکنم. آدرس شهرنو مجید مال، منزل سوم، مندی عرب. تا برنامه های بعد بدرود، بشنوین کیف کنین آخرین دگلمه فاطمه جان. پایان هر شکار به سود پلنگ نیست، رستم همیشه فاتح میدان جنگ نیست. این مرد پاک باخته را سرزنش مکن، هر کس که عشق را بپذیرد زرنگ نیست. شعری که از تو دم نزند عاشقانه نیست، شعری که عاشقانه نباشد قشنگ نیست. با ابرها ببار که وقتی تو نیستی، رنگین کمان خانه ما 7 رنگ نیست. گنجشک ها یکی یکی از شهر می روند، دیگر در این دیار مجال درنگ نیست. این تنگ آب کهنه بی اعتبار را بشکن که جای زندگی یک نهنگ نیست. بدرود.